زمان دانشجوییم کاملا اتفاقی با اسلام برخورد کردم و اونو کشف کردم. بله، به بیماری سختی مبتلا بودم. بیماری وحشتناک و واقعا آزاردهنده ای بود. حالم اصلا خوب نبود که الله یه فرصت دوباره بهم داد تا این بار فکر کنم و راه درست رو برای زندگیم انتخاب کنم. منم اسلام روی آوردم و از این فرصت دوباره به بهترین شکل بهره بردم. بارلا ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. سلام علیکم، من قاسم لوساده هستم. قبل از اسلام اسمم آبل لوساده بوده. اصالتاً اهل شهر فرول از گالیسیای شمالی در کشور اسپانیا هستم. از وقتی که 5 سالم بود به مادرید اومدیم و الانم 9 ساله که من مسلمون شدم. قاسم در کنار هموطنهای اسپانیاییش به سبک کاملا غربی زندگی میکرد. هیچ وقت به دنبال اسلام نبود و فکرش هم نمیکرد که روزی دینشو تغییر بده. زندگی من قبل از اسلام هیچ ارزشی نداشت. مثل اکثر جوانای اسپانیایی هیچی واسه مهم نبود. مشروب خوردن و دوست دختر داشتن یه کار عادی بود. یه زندگی غربی. یک روز از دانشگاه ازمون خواستن که یکی از کتابای دینی رو بخونیم و در موردش مقاله بنویسیم و منم قرآن انتخاب کردم و اینطور شد که با قرآن و اسلام آشنا شدم. قاسم از نوجوانی علاقه زیادی به مطالعه کتب مختلف داشت. میشه گفت این بهترین دلیل واسه ورودش به اسلام بوده. ابتدای آشنایی قاسم با اسلام از سال آخر دانشگاهش آغاز شد. اون وقتا خیلی دلم میخواست که درباره خدا بیشتر بدونم. در مورد همه چی تحقیق میکردم. مثلا خیلی جستجو کردم تا معنی تثلیث مسیحیت رو بفهمم، اگه اصلا معنی داشته باشه. در کلاس فلسفه ادیان ازمون خواستن که تحقیقی در مورد یک دین به غیر از مسیحیت کاتولیک ارائه بدیم. منم که دنیای عرب رو دوست داشتم، کتاب قرآن و دین اسلام رو انتخاب کردم. ولی بعدش مسحور قرآن شدم. همینطور به خوندن ادامه دادم و حقیقتا از اونجایی که کاتولیک بودم سوره ها رو دونه به دونه میخوندم تا فقط یه تضاد و ناهماهنگی پیدا کنم. البته دانشگاه ازم نخواسته بود که این کارو کنم. کار دانشگاه فقط این بود که کتاب انتخابیمو بخونم و یک آنالیز و خلاصه کلی ازش ارائه بدم. اما وقتی خوندن قرآن شروع کردم با خودم گفتم این نمیتونه واقعی باشه، چون که دین حقیقی مسیحیت و انجیل حقیقتو میگه، نه اسلام. هنوزم اون نسخه ترجمه شده قرآن رو دارم. اونقدر خوندمش که برگه‌هاش از هم میخواستن جدا بشن. این شد که من قبل از مسلمون شدنم بارها قرآن رو ختم کردم. از اونجایی که قاسم بارها و بارها قرآن رو میخوند، برگاه نسخه ترجمه شده قرآنش دیگه پاره شده بود. سوال اینجاست شماها چقدر قرآن رو خوندید؟ قاسم، قرآن چطور باهاتون سخن گفت؟ احساسی که خوندن قرآن به آدم میده کاملا با انجیل متفاوته. من انجیل رو بارها خوندم. کتاب انجیل پر از داستانهای اسطوره‌ای و افسانه‌ایه، اما وقتی که آدم قرآن رو باز میکنه حتی میشه در کوتاه‌ترین و ساده‌ترین آیات
به روشنی دید که این آیات از جانب خالق این جهان خطاب به تویی که قرآن میخونی گفته شده. قرآن به همین دلیل برای انسانها نازل شد تا همه بخوننش و در آیاتش تدبر کنن. درست مثل قاسم که حتی در اولین آیاتی که خوند هم تأمل و هم تدبر کرد. ما هنوز در مورد آیاتی که تونستن زندگی قاسم رو تغییر بدن صحبت نکردیم. از اونجایی که من اون موقع بیشتر روی موارد علمی و فلسفی قرآن تمرکز کرده بودم، به نظرم آیه 30 از 21مین سوره قرآن یعنی سوره انبیا واقعا روی من تأثیر گذاشت. این آیه در مورد چگونگی خلقت جهان توسط الله سبحانه و این موضوع رو میگه که اجزای این جهان در ابتدا به هم چسبیده بودن و بعد از هم جداشون کرده و این که زنده بودن همه چیز به آبه. این کتاب 14 قرن پیش نوشته شده. واسه همین واقعا واسه من عجیب بود. این آیه پیامی الهی برای تمام انسانها داره. هنگامی که الله سبحانه و تعالی در سوره انبیا میفرمایند آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین هر دو به هم متصل بودن و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم و باز هم ایمان نمی آورند. الله در این آیه اشاره می کنند که در ابتدای خلقت آسمان ها و زمین به هم متصل بودند، اما بعد از اون 7 طبقه آسمان ها و زمین توسط الله عزوجل از هم جدا شدند و باران را از آسمان فرو ریخت و گیاهان را از زمین رویانید. وقتی می فرمایند هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم، منظور بارانیه که از آسمان به زمین میاد و در آخر این آیه میفرمایند آیا بازم ایمان نمیآورند؟ پس با تدبر در قرآن میتونیم راهنمایی بشیم. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سلام. یکی دیگه از آیاتی که تأثیر عمیقی روی من، زندگیم، باورم و اعتقاداتم گذاشت و منو متحول کرد آیه 155 از سوره بقره بود. در این آیه نه تنها الله تعالی میگه که در این دنیا امتحانمون میکنه، بلکه بر این موضوع تاکیدم میکنه و میگه هر کسی صبور باشه پاداش اعمال خودش رو حتما میگیره. خاصب قبل از اینکه مسلمان بشه معتقد بود که بلا و سختی و مصیبت از سوی شیطان میاد، اما وقتی قرآن خوندن رو شروع کرد به آیه‌ای در سوره بقره برخورد کرد که میگه و البته شما را به پاره‌ای از سختی‌ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و جانتان و آفات در زراعت بیازماییم و صابران را بشارت و مژده بده. قاسم متوجه شد که این سختی‌ها از طرف خود اللهه و صابرین رو بشارت به مغفرت و رحمت میده. اگه ما در زندگی صبر پیشه کنیم، الله پاداش این کارمون رو بهمون میده و ما رو به بهشت میبره. این آیه واقعا تاثیرگذاره. بعد از شنیدن این تعبیر زیبای قاسم از این آیات از خودم خجالت کشیدم و به این فکر افتادم که قاسم اصلا زبان عربی را هم نمیدونه. تدبر و تفکر در این آیات به این معنی نیست که کتابای تفسیر رو باز کنیم و ببینیم که معنای یک آیه چیه، بلکه باید معنای آیات رو با توجه به موقعیت زندگیمون درک کنیم. وقتی این آیه رو میخوندین آیا مشکلی در زندگیتون داشتین که تاثیر این آیه رو بیشتر حس کنین؟ بله، به بیماری سختی مبتلا بودم. بیماری وحشتناک و واقعا آزاردهنده‌ای بود. حالم اصلا خوب نبود، اما الله سبحانه و تعالی یه شانس دوباره بهم داد تا این بار فکر کنم و راه درست رو برای زندگیم انتخاب کنم. منم به اسلام روی آوردم و از این فرصت دوباره به بهترین شکل بهره بردم. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا
بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن بالقرآن برحمه تحلو الحياة با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أسلمت روحي للإله. بعد از اینکه قاسم تحت تاثیر آیات قرآن قرار گرفت و ایمان و یقین در قلبش جا گرفت، در سال 2005 میلادی شوقش واسه رفتن به مسجد مادرید بیشتر و بیشتر شد. حدود 1 سال میگذشت و با اینکه واقعا دلم میخواست برم مسجد اما نمیرفتم. حتی چند بارم تا دم مسجد رفتم اما داخل نشدم. یه روز به خودم گفتم این معقوله که حقیقت رو میدونم و واسم مشخصه اما ازش پیروی نمی کنم. بالاخره در سال 2005 به مسجد نزدیک خونمون رفتم و خیلی سوالات رو از عالمی که اونجا بود پرسیدم. وقتی که به این مسجد اومدین احساست موقع گفتن شهادتین چگونه بود؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در اون لحظه من یه دوست خیلی خوب و صمیمی داشتم که مراکشی بود. اون نماز خوندن رو بهم یاد داد و امام مسجدم به همه سوالاتی که در ذهنم بود کاملا پاسخ داد. اومد توی دفترم. سبحان الله. من معمولاً از همه میپرسم که برای چی میخواین مسلمان بشین، اما برادر عزیزم قاسم کل اسپانیایی قرآن کریم رو خونده بود. وقتی که ازش این سوالو پرسیدم به هم جواب داد به خاطر نور و روشنی قرآن کریم، چرا که در قرآن کریم چیزی بر خلاف طبیعت و فطرت انسان ها پیدا نکردم. لحظه گفتن شهادتین حس عجیبی داشتم. قبل از گفتنش فکر میکردم که فقط چند کلمه است. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. برادرم و حالا شما یه مسلمانی. وفاضت العينان تجيب ذاك النداء آي من القرآن لها بروحي صدى. وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى. ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. اشک تو چشم حلقه زده بود چون میدونستم همه چی داره جدید میشه. حتی قبل از اون تجربهش نکرده بودم، اما قبل از اینکه برم همچین حسی نداشتم. واقعا لحظه زیبا و غیر قابل وصفی بود. اگه خداوند یه بیماری که در حال مردن باشه و توسط یه پزشکی بهش دوباره زندگی بده، خوشحالی پزشک برای چیه؟ برای اینه که الله به وسیله اون پزشکی انسانی رو حیاتی دوباره داده. این خوشحالی برای زنده شدن جسم و نفس کشیدن دوباره است، در حالی که حیات جسم در مقایسه با حیات روح و قلب هیچ ارزشی نداره. پس زنده موندن بدون ایمان و اسلام چه فایده ای داره و آیا زنده موندن فایده ای جز جهنم میتونه داشته باشه؟ الله سبحان وقتی کسی رو هدایت میکنه داره بهش یه فرصت زندگی دوباره میده که حقیقتا آدم نمیتونه این احساس رو با یه سری کلمات توصیف کنه. واسه من مسلمان شدن بزرگترین خوشبختی بود که در زندگیم به دست آورده بودم و تجربه خوبی بود. من با این دین آرامش، صلح و آسایش به دست آورده بودم.
دوستای خوبی پیدا کردم. باید خطاب به اونایی که مسلمون به دنیا اومدن و پدر و مادر مسلمون دارن بگم که از اسلام جدا نشین و از تمام دستورات دینتون پیروی کنین، چرا که فرصت خوبی برای زندگیتون پیش اومده. به هر جایی که برین، هر کاری که بکنین، نمیتونین این آرامش و معنویتی که اسلام بهتون میده رو جای دیگه پیدا کنین. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. بعد از اسلام و بعد از اینکه شهادتین رو گفتین و راه نور الهی رو به قلبتون باز کردین، رابطتون با خانواده‌تون چطور بوده، چگونه گذشت؟ خب اوایلش اوضاع پیچیده بود. فکر میکردن من به یه بنیاد یا گروه عجیب و خطرناک پیوستم و آدم خیلی بدی میشم. نظر اونا در مورد اسلام واقعا بد بود، درست مثل همون چیزایی که رسانه ها میگن. اما به مرور زمان رابطمون بهتر و بهتر شد، الحمدلله. وقتی که دیدن تغییر من مثبته و دارم در راه راست قدم برمیدارم، نظرشون کاملا عوض شد. رابطه قاسم در حال حاضر با قرآن چطوره؟ آیا قرآن رو میخونین و سعی میکنین آیاتش رو حفظ کنین؟ نمیتونم قرآن رو به زبان عربی قرائت کنم، برای همینه که آیات زیادی رو حفظ نیستم. میخوام اول زبان عربی رو یاد بگیرم و بعد برم سراغ حفظ کردن سوره ها. شیخ سامی در مسجدی که بودم بهم گفتن که این جمعه کلاسی عربی و حفظ قرآن رو شروع میکنن. منم هر روز بعد از اذان صبح تا قبل از اینکه برم سر کار ترجمه اسپانیایی قرآن رو میخونم و سعی میکنم رابطم رو با کلام الله حفظ کنم. هر آیه از قرآن میتونه چندین معنا و پیام داشته باشه، برای همینه که باید هر روز قرآن بخونیم. حقیقتا همینه. قرآن بهترین همنشینه. هرگز از حرفاش خسته نمیشیم و هرچی بیشتر میخونیمش زیبایی‌هاش برامون آشکارتر میشه. هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن. در حال حاضر من در یک مؤسسه غیر دولتی به اسم مسلمانان به دنبال صلح کار میکنم. ما این مؤسسه رو اخیراً تأسیس کردیم و جمعه گذشته افتتاحش کردیم. هنوز داریم روی برنامه‌هامون فکر میکنیم. یکی از برنامه‌هامون خدمات درمانی رایگان برای مهاجران غیرقانونیه. بعضی از برنامه‌های دیگه‌مون دادن غذا و آموزش زبان عربیه. هنوز در مراحل آماده سازی و برنامه ریزی به سر میبریم. من میخوام به همه غیر مسلمانای اروپایی و همه اونایی که زندگی شبیه زندگی من قبل از اسلام دارن یه نصیحتی بکنم. همه اونایی که زندگیشون رو توی چیزهای مادی و دنیوی میبینن، میخوام بهشون بگم که اسلام یه نوره. این دین خوشبختی و سعادت واقعی که هیچ جور دیگه‌ای به دست نمیاد و به قلب و زندگیتون وارد میکنه. من غفلتي من زلتي وهداني كم كانت الدنيا تضيق بوسعها فتلوته ورأيته بابا لخير جناني. اگه در مورد آرزوی شخصیم و قلبی میپرسین که باید بگم آرزو دارم یک همسر خوب، وفادار و با ایمان پیدا کنم انشالله. آرزوی دومم اینه که بتونم از یک دانشگاه بورسیه بگیرم و به تحصیلاتم در علوم اسلامی ادامه بدم و در زمینه دعوت فعالیت کنم. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى، مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب قرآني. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى، مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فيشرق صبحه الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير